پاشو. بفرمایین بفرمایین بفرمایین. مامان انقدر بابا داده بود که من غذا رو درست کردم. کیرش هم خورده بود. دست شما درد نکنه. دست شما درد. کثافت لاشی جنده کیم تو کست. بسه بهروز خیلی نمیدونی نرگس، این مامان یک کیری از بابا میخوره 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 میخوره، حالی به بابا میده. من موندم این مامان چطوری این کیرا رو میخوره؟ خایا من که به کسی چیزی نگفته بودم. من کیری بابا هر روز نمیخورم. میخوره. حرفای کیر و کس و اینا رو هم باید گذاشت کنار. تو خانواده بزرگ شرکت همیشه ما سر غذا کیر صحبت میکنیم، راجع به کیر، کس، جنده و حتی کس ننت. حالا تا اگه نمیخوایم صحبت کنیم به تخمم. وای آخ که شرکت چه کیر و کسایی برای بهروز میخواست درست کنه. این مامان من همش راجع به کیر و کس و بابای من صحبت کنه ولم نمیکنه. چقدر سخته برای آدم یه کیر بخوره. من از این کیر و کس خوردیم قبلا. البته خب همیشه سکس نداریم، یه وقتایی شب آروم 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 بزن رو بکن. به تخمم.